در اواخر زمان بنی امیه در عراق ابن حبیره نام مرد حاکم بود. ابن حبیره روز علما را جمع میکند، یک چند نفره، ابن ابی لیلا، ابن شبرمه و داود ابن ابی هند و اونها را مسئولیت میدهد بروش، یعنی که وظیفه ها میده که این کارو کنه و کار. از جمله ابو حنیفه رحمت الله علیه دعوت میکنه. برای ابو حنیفه وظیفه پیشنهاد میکند، امام وظیفه را قبول نمیکنه. وقتی ابو حنیفه قبول نمیکنن، این فقهای دیگر ابن ابی لیلا و ابن شبرمه میگن که خیلی بیاد کم کار کن با اینا، ما هم کار میکنیم برای اینکه به همین راه دین پیش بریم. درست است که به این ظالم ما کار میکنیم، لیکن اقلا دینمون رو کم پیش میبریم، درس میشه، این میشه و این میشه. ما ابو حنیفه گفتن که به خدا ما این کار نمیکنم، من نمیخوام که روم دست این بازیچه شوم، این مثلا حکم برآورد یک نفره که در اونجا ریختن خون ناحق است، یا یک کس ظلماً زندان کردن است، یا یک کس بالاش مصادره مال و ملکش و اینا اون است. من نمیخوام که زیر این امضا کنم. اگر گذاشتم من میخوام مستقل باشم، لیکن اینا نمیخوام که من مستقل باشم. بنابراین من هیچگاه قبول نمیکنم. گفتن که ابن حبیره قسم خورده است که اگر تو قبول نکنی تو میزند، این کار میکند، زندان میکند، بگذار که من شلاق زنم، بگذار من چیکار کنم. یعنی علما عمده گفتن که این میخواد یک ساختمان سازه، در اون ساختمان میخواد که تو وظیفه همون خویش شماره به عهده گیری اقلا. یعنی اون میخواستن که به هر راه علمای استفاده برن تا اینکه مردم بگن که ها من ابو حنیفه با ما هست، من فلانی با ما هست، اگر ما مثلا ظلم میکردیم اینا با ما نمیشدن. امام این قدر این چیز تاثیر رسون که به امام، یعنی امام گفتن که با خدا قسم میخورم اگر من برادو خشت ساختمان عادل خشت مسجد اگر شمار کرد من این کار رو نمیکنم، دروازه مسجد، ستونای مسجد شمار کرد من این کار رو نمیکنم. یعنی این آدمی که انسان رو ظلم میکند از من خواهد که مسجد بنا کنم یا مسجد چی کنم، من به همونم نمیرم. گفتم وقتی که ابن حبیره اینو شنید، امام ابو حنیفه 110 دره زد. میگن که هر روز میبرد 10 دره میزد. تا توی روایت هست که نوسه امام ابو حنیفه اسماعیل ابن حماد ابن ابی حنیفه، اسماعیل همراه پدرش میرفتن در یک جای بغداد که به نام کناسین میگفتن، همونجا ایستاد و گریه کرد. حماد پسرش اسماعیل، یعنی که نوسه امام، گفت که چرا گریه میکنی؟ گفت میدونی، گفت پدرم اینجا منو گفت که در همینجا مرا هر روز برات 10 شلاقی میزدن. اینجا گفت بابای تو را شلاق زدم فقط برای خاطر اون که نخواست که با اون ظالم همدست شود. خلاصه وقتی که شلاق تمام شد، 110 شلاق تمام شد، در دام چند روز آزاد کرد ابو حنیفه. ابو حنیفه دیگر فرار کردن رفتن به مکه. تا اون زمانی که بنی عباس نامد، امام ابو حنیفه دیگه به کوفه باز نگشت. یعنی ببین اینجا فایده از داستان این است که امام هجرت را، ترک وطن را ترجیح دادن به اینکه با شخص مثل ابن حبیره بیان یک جای کار کنن. ابن حبیره که به مردم ظلم میکرد، مردم ستم میکرد، هیچگاه این چیز امام قبول نکرد. بنابراین میگن که امام احمد هم همین روایتی که امام ابو حنیفه را 110 شلاق زدن میخوند است، گریه میکرد است. و هنگامی که خود امام احمد هم وقتی زمان مأمون اونا شلاق زدن برای مسئله خلق قرآن، از همین داستان الهام بگیرید و خودش را صبر میداد که تو تنها نیستی، پیش از تو دیگر امام های خیلی مشکلات را دیده بودن.